از اونجایی که من از بچگی عاشق پژو 108 جی تی آی بودم، ولی خب تو ایران نه وارد میشد و نه اصلا وجود داشت. پس تصمیم گرفتم که چند تا مدل بیام پایین تر و برم سراغ، بله درست فهمیدیم، پژو 206 که بعد از چند دهه هنوز که هنوز محبوب و خیلی ازش زیاده. برای همین رفتم تو دیوار و گشتم دنبال ماشینی که هم قیمتش تا 80 تا 100 میلیون باشه، همین که فنیش خوب باشه. ولی خب چیزی پیدا نکردم و ناامید شدم. با خودم گفتم یا من باید 206 پیدا کنم یا خودکشی میکنم. آره دیگه. خلاصه اینجا هم داشتم وصیتمو میکردم که دیگه بپرم و خودکشی کنم. یکی از دوستام زنگ زد گفت توید بودو بیا یه ماشین خوب خوراک خودت پیدا کردم که بازسازی کنی. که بهش گفتم خب بردار بیار ماشینو ببینیم، که گفت ماشین متاسفانه اصلا تکون نمیخوره. همونجا فهمیدم دیگه چه وضعیتی و قراره چه بلایی سرم بیاد. ولی خب معامله جوش خورد و ماشینو سوار خودرو بر کردم از پارکینگ و آوردم دم خونه که ببینم تو چه وضعیتی ماشین و چقدر هزینه‌اش میشه برای بازسازی. با من همراه باشین چون قراره این 206 رو 0 تا 100 بازسازی کنیم، چه از نظر ظاهری بگیر چه از نظر موتوری.